إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، نمازگزاران محترم، پیش از همه خداوند جل و علا را حمد، سپاس، شکر و ستایش به حد میگوییم برای همه نعمت‌های زیبا و مفید و با برکتش، و از خداوند جل و علا طلب توفیق می‌نماییم و دعا می‌نماییم که خداوند جل و علا به همه ما و شما توفیقی بندگی نصیب کند، زندگی با بندگی نصیب کند، عمر درازی با برکت نصیب بگرداند و در بندگی و طاعت و عبادت و نکوکاری ما و شما را موفق و کامیاب نگاه بدارد. برادران عزیزم، تقوای الله را پیشه کنید و بدانید که نماز جمعه از بزرگترین نمازهای هفته می باشد، چنانه که خداوند جل و علا در سوره جمعه آیت 9 می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، وقتی که برای نماز در روز جمعه ندا داده می شود، به سوی ذکر الله بشتابید و تجارت را رها کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. ای برادران عزیزم، نماز جمعه تنها یک فرض نیست، بلکه در آن حکمت‌ها و فایده‌های بزرگ نهان است. حکمت اولش برادران عزیزم این اتحاد و همبستگی است، بخشیدن یکدیگر است. مسلمانان از تمام گوشه و کنار همه در مسجدها جمع می آیند و در یک صف می ایستند، نوبسته از مقام و دارایی و جاه و مکانشان، نوبسته از مال و داراییشان، نوبسته از ثروتمندی یا کمبزاحتیشان، همه در یک صف می ایستند. این در یک مسجد در یک صف در بر یک دیگر نشستن این حکمت دارد. این معنایشان است که همه انسان ها نوبسته از مقام و جایگاه و دارایی هایشان یا رتبه ها و مکانشان در جامعه، همه آنها نزد پروردگار جل و علا برابرند. و کی است نزد پروردگار جل و علا بالاتر؟ خداوند خود میگوید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و درستی که یعنی بالاترین شما نزد پروردگار جل و علا انسانی هست که تقوا و پرهیزگاریش زیادتر باشد. پس وقتی در بر یکدیگر ایستادید، با یکدیگر سلام کنید، دست یکدیگر را بگیرید، با تبسم از احوال یکدیگر بپرسید، یکدیگر را ببخشید. این یکی از حکمت‌های نماز جمعه و روز جمعه است. دومین حکمتش برادران عزیزم این ذکر خداوند و پند آموزی است. خطبه جمعه درهای معرفت را می‌گشاید. آن فرصت نادر است برای شنیدن نصیحت و برداشتن سبق از قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. باید ما درک کنیم که در کجا قرار داریم. پیش از همه باید ما درک کنیم که در خانه کیم و مهمون کی هستیم. اگر همین رو ما درک کردیم، اگر ما صاحب خانه رو شناختیم، پس می‌بینیم که با تقوا و پرهیزگاری و فروتنی و آداب و اخلاق بلند مسلمان می‌نشیند و خدایش را ذکر می‌کند و یاد می‌کند و می‌داند که در مهمانی خداوند است و در خانه خداوند جل و علا است.
هیچ به احترامی نمی کند، هیچ سخنی دنیایی نمی گوید، بلند سخن نمی گوید، با تلفن صحبت یا بازی نمی کند. نه همه روح و گوش و مقام و نیت و مرامش یک چیز است. راضی کردن صاحب خانه و خاطر رضا کردن پروردگار جل و علا به خانه اومده است، نه برای اینکه همسایه هم مرا بیند میگوید به نماز است یا به نماز جمعه نرفته یا دیگر. یعنی نیت ها پیش از همه باید پاک و خالص باشد. برای همین بابای ما و شما امام بخاری کتاب صحیحش رو که صحیح ترین کتاب است با حدیث انما الاعمال بالنیات شروع میکنه که همه عمل ها به نیت وابستگی دارند و هر کس همون اجر و پاداشی را میگیرد که در نیتش است. اگر یک انسان به خاطر رضاگی پروردگار جل و علا راه دراز را طی میکند و ذکرگویان به خانه خداوند جل و علا میآید با امیدی که خداوند جل و علا او را بیامرزد و به رحمت خویش بگیرد، پس او در حقیقت به نیت خویش میرسد. اما نیت اگر خالص نباشد چه؟ بر خداوند سوگند هیچ تغییراتی در عملش، در دینش و در آخرت هم برای او ندارد. پس نیت باید خالص باشد، به خاطر خداوند جل و علا باشد. اگر یک انسان به مسجد می آید به نیتی که در چشم بعضی انسان ها خاک بپاشد، یا می آید که دزدی کند، می آید که جاسوسی کند، می آید که غرضهای بدی خود را در اینجا پیش بگیرد، او هیچ اجر و پاداش از نماز جمعه و شنیدن خطبه هیچ چیزی نمیگیرد. از هر عملمون، زندگیمون، تجارتمون، معاملهمون، عبادتمون همش به خاطر خداوند جل و علا باشه. در همین حال ما میتوانیم کامیاب و موفق باشیم در زندگیمون، در معامله با فرزند و خانوادهمون، در تجارتمون، در زندگیمون و در عمرمون با برکت باشیم. برادران عزیزم، سومین حکمت روز جمعه و نماز جمعه این است که تزکیه نفس و جسم، پاک کردن نفس و جسم. پیش از جمعه شما سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میدونید. اونی که پیش از به نماز جمعه می رود در روز جمعه باید غسل کند، سنت است. ناخن‌هایش رو بگیرد، باید بهترین لباس، تازه ترین لباسش رو بپوشد، باید بهترین عطرش رو استفاده کند، چنان که بیرونش رو زیبا کرد و به خاطر خداوند جل و علا امید است که درونش هم از شنیدن کلام خداوند جل و علا پاک شود. پس وقتی بیرونمون رو تازه میکنیم، مهمترین چیز چی است برادران عزیزم؟ درون انسان است. پیامبر محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. به درستی که خداوند جل و علا به صورت و سکه شما، به مال و منصب و جاه شما نگاه نمیکند. برای پروردگار این چیزها مهم نیست. ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند جل و علا به نیت‌های شما و عمل‌های شما نگاه میکنند که عمل‌هایتون رو با کدام نیت‌ها عمل میکنید. امروز خود را پاک گرداندیم و سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را رعایت کردیم، آمدیم دعا کنیم که خداوند جل و علا دل‌های ما و شما را از کینه و بغض و کدورت تمام خصلت‌های زشت پاک گرداند. برادران عزیزم، و چهارمین حکمت نماز جمعه، روز جمعه برادران عزیزم، این محو شوی گناهان است، پاک شوی گناهان است. چنانکه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هر کسی که غسل کند به مسجد رود، آرامانه گوش کند. شما این شرط را خوب نگاه کنید. غسل کند، به مسجد رود و آرامانه گوش کند و نماز خواند، گناه‌های میان 2 جمعه و 3 روز الهوگی او بخشیده می‌شود. این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. و در حدیث دیگر میگه الجمعه الى الجمعه و رمضان الى رمضان مكفرات بينهن اذا اجتنبت الكبائر او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. بین جمعه تا جمعه دیگر، بین رمضان تا رمضان دیگر بخشش های گناهان است. اگر انسان از گناه های کبیره اجتناب و دوری کند، خداوند جل و علا دیگر گناهانش را می آمرزد با فضل و رحمت خویش. و پنجمین حکمت روز جمعه برادران عزیزم، این یادآوری روز قیامت است.
روز جمعه فیه خلق آدم، این روز جمعه روزی هست که پدر ما و شما، بابای ما و شما، حضرت آدم علیه السلام خلق شد. فی دخل الجنه، و در این روز داخل جنت گردید. و فی اخرج منها، و در این روز از جنت بیرون و به زمین فرستاده شد. و در این روز، روز جمعه، قیامت برپا می شود. هر روز جمعه و هر لحظه و هر دقیقه برای انسان غنیمت است. برادران عزیز، هفته گذشته یک انسان مبارک با برکت، یک بابای زیاده از 80 و چند سال داشت، بابای مولا، در طرف راست مسجد می نشستند. جمعه گذشته بودند، با ما در نماز جمعه و در خطبه اشتراک کردند. انسان نورانی، اما در این جمعه نیستند. خداوند قبرش را باغچه‌های از باغچه‌های جنت بگرداند. خداوند گذشتگان همه ما و شما را، روحانشان را شاد بدارد. همه ما را هم عاقبت بخیر بگرداند و ما را لحظه هایی بگیرد که در زبان ما و شما کلمه شهادت باشد یا عمل صالح انجام داده باشد. برادران عزیزم، انسان مسلمان هر لحظه و هر دقیقه عمرش را به منفعت خویش، به منفعت خانواده‌اش، به منفعت وطنش، به منفعت مسلمانان سپری میکند. باید مسلمان هر لحظه و هر دقیقهش مبارک و منفعتناک و مفید باشه.